بعضی صوفی ها میگویند که ما به جنت و دوزخ کار نداریم. المهم این است که من وظیفه خود را اجرا کنم، الله تعالی را عبادت کنم، الله تعالی از من راضی باشد. خواه مرا به دوزخ پرتاید، خواه مرا به جنت پرتاید، من کار ندارم. اون حضرت سعدی در گلستان یکی از همیخ نقل ها را میبیارند، میگویند یکی پیشی شوریده حال نبیشت که دوزخ تمنا کنی یا بهشت. شوریده حال یعنی همین صوفی هایی که گویا حیات خود، ممات خود به عبادت الله تعالی بخشیدن. یکی پیشی شوریده حال نبیشت که دوزخ تمنا کنی یا بهشت، یعنی سوال دادین همون آدم صوفی و که دوزخ میخواهی یا بهشت؟ بگفتا نپرس از من این ماجرا، پسندیدم آنچه او پسندد مرا. نپرس از من این ماجرا، این مسئله های از من نپرس، برای من پسند است هر آن چیزی که الله او را پسندد. یعنی اگر مرا به دوزخ مناسب داندم من راضی هستم، به جنت مناسب داندم راضی هستم. یعنی این طبق سنت و طبق قرآن نیست. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه وسلم در یک شبانه روز 10 مراتبه از آتش دوزخ پناه می‌طلبیدند. ما را از آتش دوزخ نگاه دار، اللهم اجرنی من النار. حتی 7 مراتبه آمده است این دعا، ای الله ما را از دوزخ نگاه دار. پیش از سلام اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنه المحیا والممات و من شر فتنه مسیح الدجال. در اینجا از عذاب جهنم پیش از سلام، حتی بعضی علما گفتن همین دعا را واجبات نماز میدونن. کسی اگر همین دعا را نگفت نمازش ناقص است. از این چیزا پناه میطلبیدن. در هر یک نماز پیش از سلام از آتش دوزخ پناه میطلبیدن. صوفی میگوید که من راضی هستم به هر کجایی که الله منو پرتاد. من از الله تعالی نه جنت تمنا دارم نه دوزخ، و من نه به خاطر جنت عمل میکنم نه به خاطر پناه طلبیدن از دوزخ. من عمل را اجرا نمیکنم به آن خاطری که الله منو از دوزخ نگاه دارد و الله منو به بهشت پرتاد. نه، من عمل اجرا میکنم فقط تنها برای راضی الله. میگن یعنی این میگن زیاده روی، این علاقه حدود گذشته است. خلاصه عمل را یعنی به خاطر الله، لیکن از ترس دوزخ و به امید جنت کردن اجازت است. این امر شریعت است. این چیزی که صوفی ها میگن در این باره غلط است برادران.